اینها باید منطقه ما رو ترک بکنند. همه کشورهای منطقه باید هوشمند باشند، بدانند به لطف خدا قدرت آمریکا رو به اضمحلال است. قدرت پوشالی و سلطه شیطانی آمریکا بر جهان رو به نابودی است. ابزار دست نظام سلطه یعنی رژیم صهیونیستی در سراشیبی تند سقوط و رسوایی قرار دارد. باید مراقبت بکنیم، باید هوشیار باشند ملت‌های منطقه، دولت‌های منطقه فریب برخی از طراحی‌های شیطانی دشمنان رو نخورند. امروز روز وحدت ملت هاست، روز همدلی بین دولت هاست. باید دست به دست هم بدهیم، به ملت عراق، به فلسطین، به افغانستان و به لبنان کمک بکنیم. امروز ما می توانیم با یاری یکدیگر بساط اجنبی را از منطقه خود برچینیم. اما یک نصیحت دارم به برخی از قدرت‌های بزرگ. به نظرم وقتش رسیده است که سران آمریکا و انگلیس گوشهای خودشون رو خوب باز بکنند. امروز شما هم در منطقه ما هم در دنیا به پایان خط رسیده اید. این روش شما، روش سخن گفتن با زبان زور، با زبان خودخواهی، با تحقیر ملت‌ها، با تحمیل بر ملت‌ها به پایان راه خودش رسیده است. من میخوام به شما بگویم امروز سقوط شما و روند فروپاشی سلطه اهریمنی شما آغاز شده است. شما در بین ملت‌ها، نه تنها ملت‌های منطقه بلکه ملت‌های عالم، هیچ پایگاهی ندارید. من به شما نصیحت میکنم دست از جنایت بردارید، دست از این روش‌های ضد انسانی بردارید، دست از حمایت از صهیونیست‌های بی آبرو و آدمکش بردارید. و خود شما هم در یک باطلاقی گرفتار شدید که نه راه پیش دارید و نه راه پس دارید. ملت ایران آماده است به شما کمک بکند تا از این باطلاق خارج بشوید. شرطش اینه که برگردید به اندیشه عدالت، حق رو بپذیرید، دست از زورگویی و تجاوزگری بردارید، تعهد بدید رفتارتون رو اصلاح بکنید. اون وقت ملت‌های منطقه و پیشاپیش اونها ملت ایران آماده است راه نجات رو به شما نشان بدهد.